دوستان، قبل از اینکه این گرامی رو بهتون بگم میخواستم یه نکته بگم در رابطه با صفحه 6، یعنی ویدیوهای قبلیم، همون قسمتی که حروف الف با هستش و حروف صدادار و بی صدا و اینا، صفحه 6 کتاب. اونجا من وقتی که داشتم اون سوزلر رو میگفتم، یعنی حروف بی صدا رو گفتم به 2 قسمت تقسیم میشه: سرت اونسوزلر و یوموشاک اونسوزلر. سرت اونسوزلرها 8 تا هستش که من 7 تاشو اونجا گفتم، یکیشو یادم رفته بهتون بگم. الان اونو اگر جایی نوشتید برید اصلاح کنید و بعد بیایم به این درس ادامه بدیم. من الان 8 تا رو یه بار دیگه میگم، چک کنید اگر جا افتاده یا ننوشتید اصلاح کنید. سرت اونسوزلر یا حروف بیواک به اصطلاح فارسیش این معنی میده: حروف بیواک، حروف بی صدای بم یا حروف بی صدای سخت. کلا به فارسیش کاری نداشته باشید، شما یاد بگیرید سرت اونسوزلر، یعنی ترکیشو یاد بگیرید. شامل این 8 تا حرف میشه. میگم دقت کنید جا نیفته چیزی. چه، س، پ، ت، ف، ک، ش و ه. فکر کنم من ه رو اونجا یادم رفته بوده بگم، پس یه بار دیگه تکرار میکنم: چه، س، پ، ت، ف، ک، ش و ه. این 8 تا هستش. خب بریم درس رو شروع کنیم. اینو حتما اصلاح کنید توی اون قسمت. ازتون عذرخواهی هم میکنم بابتون. خب درس رو شروع میکنیم این قسمت رو. خب این بالای جدول نوشته کوشاچ تومجسی هاور کیپی، یعنی جمله اسنادی قالب خبر. سمت چپ اون بالای جدول نوشته آد آدول به معنی اسم ضمیر. پایینش ضمیر اشاره رو نوشته: بو، بونلار، شوراستی. اینا ضمیر اشاره هستن. بو یعنی این، شوراستی یعنی آنجا. بو اونجا جمع بسته شده، بونلار شده یعنی اینها. پایین ترش چند تا نقطه گذاشته، پایینش نوشته مراد، مدور، کتاب، الیف هانم، کوش، کتوپانه، که اینا هم چند تا اسم نوشته واسهتون. کوش میشه پرنده، کتوپانه هم که میشه کتابخونه. یکی هم مشخصه دیگه، معنیشو نمیگم. خب ستون دوم بالا نوشته آد آدل، دوباره اسم ضمیر. پایینش نوشته نه کیم نرسی. اینا کلمات پرسشی هستن توی ترکیه استانبولی. نه به معنای چه هستش، کیم به معنای چه کسی هستش، نرسی به معنای کجا هستش. اون پایینم وسط که چند تا اسم و ضمیر نوشته: öğretmen، او، sözlük، yaşlı، burada، kafeste، bu katta. و پایین ترش هم باز کلمه پرسشی هست: نرده به معنی در کجا، کیمده به معنی نزد چه کسی، در چه کسی. اینا هستش. خب ستون بعدی دیل هستش که برای منفی کردن جمله استفاده میشه و ستون بعدیش هم برای سوالی کردن. برای سوالی کردن یه نکته‌ای داره، دقت کنید. اگر توی جمله از کلمه پرسشی مثلا مثل نه، کیم، نرسی و اینا استفاده شده باشه یا هر کلمه پرسشی دیگه استفاده شده باشه، ما دیگه این پسوندهای پرسشی که اون وسط نوشته اون 4 تا استفاده نمی کنیم. اشتباه میشه اگر هم از اونا استفاده کنیم هم از کلمه پرسشی. اگر کلمه پرسشی نبود ما از این 4 تا بعد استفاده کنیم که خود این باز یه نکته داره. الان بهتون میگم یادداشت کنید. اگر آخرین حرف صدادار کلمه، یعنی کلمه‌ای که بعدش میخوایم این پسوند رو بیاریم که پرسشی بشه، اگر آخرین حرف صدادار اون کلمه ا و یا آ بود، از م استفاده میکنیم، یعنی اولیه استفاده میکنیم، از اولیه. دومی، اگر حرف صدادار، آخرین حرف صدادار توی اون کلمه ای و یا ا بود، از می استفاده میکنیم. و اگر آخرین حرف صدادار در اون کلمه او و او بود، از مو استفاده میکنیم، در واقع بدون نقطه باشن. دقت کنید. و آخریش اگر
او و او بود یعنی نقطه دار باشن، ما از مو استفاده میکنیم برای سوالی کردن. البته این قاعده‌ای که بهتون گفتم استثناءاتی هم داره. مثلا توی کلمه ساعت بالفرض ما الان اگه طبق این قاعده بخوایم سوالی کنیم باید بگیم ساعت م. چرا؟ چون به آ ختم شده، آخرین حرف صدادارش ببخشید ختم نشده، در واقع آخرین حرف صدادار توی اون کلمه ساعت بالفرض ساعت آ هستش دیگه. آ طبق این قاعده ما باید از چه استفاده کنیم اگه بخوایم اینو سوالی کنیم؟ از م. ولی استثناء هستش اینجا و از می استفاده میشه. اینو خواستم بهتون بگم که این قسمت استثناءهایی هم داره، ولی اصولیش یعنی کلماتی که ترکی اصیل هستن از این قاعده‌ای که گفتم پیروی میکنن، ولی خب استثناء هم داره. خب örnekler اون بالا نوشته یعنی مثال ها. اولیش بونه یعنی این چیه؟ این چیست یا این چه هست. شورası neresi اینا همه کلمات پرسشی استفاده شده. اولیش که ضمیر شورası و ضمیر اشاره است، neresi که کلمه پرسشی هستش. و به همین ترتیب تا پایین میریم. یکی دیگر من به عنوان مثال بهتون بگم. مثلا آخریه چرا غلط شده کتاب نردمی؟ گفتم نمیشه هم از کلمه پرسشی استفاده کرد و هم از پسوند پرسشی، به خاطر اون غلطه و با قرمز نوشته شده. پس غلط ها رو با قرمز نوشته، حتما دقت کنید که اینایی که با قرمز غلط هستش. یه دونه هم منفیشو براتون میخونم برای مثال. مثلا نوشته کوش کافسته دیل یعنی پرنده در قفس نیست، از دیل استفاده کرده. یا مثلا یه دونه سوالی منفی bu sözlük değil mi؟ bu sözlük değil mi؟ اون بالا نوشته، پیدا کنید bu sözlük değil mi؟ میگه این فرهنگ لغت نیست، این فرهنگ لغت نیست. خب از دیل استفاده کرده، دیل هم قبل پسوند پرسشی آورده دیگه، دقت کنید. خب حالا چرا از می استفاده کرده؟ طبق همون قاعده آخرین حرف صدادار دیل چیه؟ ای هستش. گفتم اگه ای و یا ا باشه آخرین حرف صدادار اون کلمه که بعدش پسوند پرسشی میاد، از می استفاده میکنه. خب به خاطر همون از می استفاده کرده. اینا یه خورده دقت و تمرین میخواد که حالا تمرین هم که حل کنید دستتون میاد، هیچ چیز سختی نداره اگر تمرین کنید. خب دوستان یه سری نکات این جدول هم بهتون بگم و بعد بریم سراغ تمارین. اون قسمت بالا بو به علاوه لار شده بونلار. چرا نشد بولار؟ شد بونلار. اون نه میانجی هستش، چون به حرف صدادار ختم شده نه میانجی اومده شده بونلار. در واقع بو چون به حرف صدادار ختم شده آخرین حرفش صدادار هستش، نه میانجی اومده و بعد پسوند لار به اون اضافه شده بونلار، نشده بولار، شده بونلار. این یه نکته بعدی هم موقعی که میخوایم پسوند جایگاهی در رو اضافه کنیم، یعنی دا و ده. چه زمانی دا میاد چه زمانی ده؟ اگر آخرین حرف صدادار کلمه ما قبل این پسوند یعنی دا و ده از نوع کالم باشه، یعنی آ، او و او، یعنی همشون بی نقطه باشه، از نوع کالم اونولر باشه، ما از دا استفاده میکنیم برای اضافه کردن این پسوند، از دا استفاده میکنیم. و چه زمانی از د استفاده میکنیم؟ اگر آخرین حرف صدادار کلمه از نوع اینجا اونولر یعنی ای، او و او باشه، ما از د استفاده میکنیم. پس این نکته رو داشته باشید. ولی خب بعضی کلمه ها مثلا مثل کافسته ما گفتیم از د و دا استفاده میکنیم دیگه. حالا اینجا ما میگیم توی کافس باید از د استفاده کنیم، چون آخرین حرف صدادار این کلمه یعنی کافس ای هستش، پس از د باید استفاده کنیم. ولی چرا شده ت به جای د شده ت؟ خب
غیر از اون نکته که گفتم ما تشخیص میدیم از کدوم باید استفاده کنیم. اگر کلمه به حرف بی صدا ختم بشه از نوع هم هشتا که گفتم سرت اونسوزلر، پس اگر به حرف بی صدا از نوع سرت اونسوزلر ختم بشه، یعنی هم هشتا که تو همین قسمت هم من بهش اشاره کردم به اون ختم بشه، پسوندی که داریم بهش اضافه میکنیم یه تبدیلی درش صورت میگیره. حالا چه تبدیلی؟ اگر اون پسوند، حالا مثلا اینجا پسوند د هستش، پسوند جایگاهی د هستش به معنای در، اگر حرف اول اون پسوند با حرف د شروع بشه به ت تبدیل میشه و اگر اون پسوند حرف اولش ج باشه به چ تبدیل میشه. اینو توجه کنید. پس اینجا د به ت تبدیل شده و به جای کافس د شده کافس ت. یا مثلا توی کلمه بعدیش بوکاتا ما فهمیدیم کات یعنی طبقه، آخرین حرف صدادارش چیه؟ آ هستش، پس ما باید از دا استفاده کنیم، ولی اینجا شده تا. چرا؟ چون کات آخرین حرفش چیه؟ آخرین حرف کلمش ت هستش. ت هم جزء همون 8 حرف بی صدا سرت اونسوزلر هستش. پس باید توی چیز یه تغییراتی رخ بده توی اون پسونده. گفتم اون پسوند اگه حرف اولش با چی شروع بشه؟ با د شروع بشه به ت تبدیل میشه و اگه اون پسونده حرف اولش با ج شروع بشه به چ تبدیل میشه. حالا اینجا با د شروع شده یعنی ما میخوایم دا اضافه کنیم و تبدیلش میکنیم به تا. در واقع د به ت تبدیل میشه بوکاتا، نمیشه بوکات دا. اینو دقت کنید توی کلمات به این صورت هستش. دیگه نکته دیگه هم اینجا نیست. بریم که تمارین رو با هم حل کنیم. تمارین صفحه 12 رو تون میگم میرم جلو، نمیخوام ویدیو خیلی طولانی بشه. بالا نوشته نه کیم نرسی به معنی چه کسی و نرسی هم یعنی کجا. تو این تمرین نوشته yerleştirelim dinleyelim fotoğraflar یعنی جایگذاری کنیم گوش کنیم، fotoğraflar هم که یعنی عکس ها. Bu o orası şurası şu burası اینا همه ضمیر اشاره هستن. بو یعنی این، برای نزدیک استفاده میشه، برای اشاره به نزدیک. او یعنی آن، برای اشاره به دور استفاده میشه. orası یعنی آنجا، şurası یعنی اینجا و شو هم برای مابین نزدیک و دور استفاده میشه در واقع، ولی ما اینو توی فارسی این معنی میکنیم، کلمه شو رو این معنی میکنیم، ولی در اصل برای مابین دور و نزدیک استفاده میشه، برای اشاره به مابین دور و نزدیک. پس چی شد؟ بو برای نزدیک، او برای دور و شو برای مابینشون استفاده میشه. بوراسی هم که یعنی اینجا. نه همه ضمیر اشاره هستن توی این کادر. خب اینو براتون میخونم، اون تا تمرین بعدی رو دیگه خودتون باید گوش کنید و پر کنید چون ویدیو خیلی طولانی میشه. جا خالی اول میگه bu çok güzel bir fotoğraf، میگه این خیلی عکس زیباییه. burası neresi؟ اینجا کجاست؟ جواب میده آنتالیا، آنتالیاست. peki şu kim؟ میگه پس اون کیه؟ پس این کیه؟ جواب میده o İrlandalı bir turist، میگه اون یه توریست ایرلندیه. بعد şurası da آنتالیا mı؟ میگه اینجا هم آنتالیاست. جواب میده orası آنتالیا değil، میگه آنجا آنتالیا نیست. بعد İzmir، میگه اونجا آنتالیا نیست، ازمیر هستش. İzmir güzel bir şehir mi؟ میپرسه که ازمیر شهر زیباییه. جواب میده evet çok güzel bir şehir، بله خیلی شهر زیباییه. قسمت بعدی هم که خودتون گوش میکنید و مینویسید، این جای خالی رو پر میکنید. توی قسمت بعدی گفته tamamlayalım konuşalım یعنی کامل کنیم، konuşalım هم یعنی صحبت کنیم. اولیش گفته sizin adınız ne که اسمتون رو میگی، مثلا میگی benim adım، حالا هر چی که هست میگید. nerelisiniz میگی کجایید، مثلا من ایرانیم، میتونم بگم چی؟ ben ایرانlıyım یا کلا میگم ایرانlı.
bugün nasılsınız میگه امروز حالتون چطوره، امروز چطورید؟ میتونید جواب بدین iyiyim یعنی خوبم. burası neresi میگه اینجا کجاست، جوابشو میدید. bugün hava nasıl امروز هوا چطوره. میتونید مثلا بگید bugün hava bulutlu امروز هوا ابریه. bugün hava bulutlu امروز هوا ابریه. پس bugün hava nasıl میشه چی؟ امروز هوا چطوره؟ پس اینا هم در واقع یاد بگیرید. این جمله کاربردی هستن. öğrenciler nerede میگه دانش آموزا کجا هن؟ مثلا من خودم جواب دادم öğrenciler sınıfta یعنی دانش آموزا در کلاس هستن. bugün ne میگه امروز چندشنبه است، در واقع معنیش میشه امروز چندشنبه است. امروز چه روزیه؟ مثلا میتونیم بگیم امروز یک شنبه است. bugün pazar. بعدی öğretmen kim میگه معلم کیه و بعدی kim bekar میگه چه کسی مجرده و جوابو میدیم واسش. تمرین بعدی اون بالا نوشته tamamlayalım یعنی کامل کنیم. من یه 6-7 براتون میگم دیگه، بقیهش مربوط به همون گرامری که بهتون گفتم توی صفحه 13. اونو دیگه بقیهش راحت خودتون کامل میکنید. ولی خب تا 6 هفته اول رو بهتون میگم که دستتون بیاد و بقیهش رو خودتون کامل کنید. sınıf temiz mi اولیشو نوشته، بعد جواب داده evet sınıf temiz. میاد سوال میکنه میگه کلاس تمیزه میگه بله کلاس تمیزه. چرا می استفاده کرده؟ از همون گرامر کمک میگیریم. چون آخر حرف صدا داره تمیز ای هستش و چون ای هستش گفتیم از می استفاده میکنیم برای سوالی کردن. بعد جواب داده بله sınıf temiz. دومی o doktor mu جواب میدیم هایر او دکتر دیل. چون هایر آورده پس باید منفی جواب بدیم، از دیل استفاده میکنیم. سوالیش هم چرا مو استفاده کردیم؟ گفتم اگر آخر حرف صدادار کلمه که اینجا دکتر هست به او و یا او ختم بشه یعنی نقطه نداشته باشن به اصطلاح از مو استفاده میکنیم. او دکتر مو هایر او دکتر دیل. چون هایر آورده پس باید منفی بشه دیگه جمله میخوایم جواب بدیم. شماره 3 شورası banka چی؟ الان به نظر شما چی باید بیاریم؟ شورası banka گفتم اگر آ با آخرین حرف صدادار کلمه آ باشه و یا او باشه از چی استفاده میکنیم؟ از م استفاده میکنیم. شورası banka mı؟ evet şurası banka. شماره 4 o gözlük mü؟ o gözlük mü؟ پس چی؟ o gözlük mü؟ از اون مو استفاده میکنه همون که نقطه داره. چرا؟ چون آخرین حرف صدا داره gözlük او هستش نقطه داره و گفتم اگر او باشه و یا او که اونم نقطه داره از مو استفاده میکنه. جواب میدیم hayır o gözlük değil یعنی خیر اون عینک نیست. بعد شماره 5 bugün hava sıcak چی؟ bugün hava sıcak mı؟ bugün hava sıcak mı؟ hayır sıcak değil. hayır sıcak değil یا میتونیم بگیم hayır bugün hava sıcak değil. چون hayır آورده ما منفی جواب میدیم دیگه. اینجا هم که sıcak mı چرا مو استفاده کردیم؟ چون باز آخرین حرف صدا داره sıcak کلمه sıcak آ هستش و آ اگر گفتیم باشه از م استفاده میکنیم. اگر او هم بود از م استفاده میکردیم. بعدی شماره 6 استانبول büyük mü؟ evet büyük. اینو دیگه تکرار نمی کنم خیلی گفتم. شماره 7 deniz soğuk mu؟ evet soğuk. و به همین ترتیب تا انتها میرید. باید اینا رو به هم مطابقت بدیم. اشتیلیم نوشته اولیش که خودش جواب داده. burası Esen sokak mı؟ hayır burası Funda sokak. میگه اینجا کوچه اسن هستش. جواب داده شماره 1 خیر اینجا کوچه فوندا هستش. شماره 2 o Filiz hanım mı؟ جواب داده یعنی جواب میدیم ما hayır o Filiz hanım değil. میگه
اون فیلیس خانم هست؟ جواب میدیم خیر، اون فیلیس خانم نیست، یعنی hayır o فیلیس خانم değil. شماره 3 موزه نرده؟ میگه موزه کجاست؟ جوابش میشه موزه اولوستا. موزه در اولوس استش. اولوس منطقه است، اسم یه منطقه است. موزه در اولوس است. 4 burası neresi؟ اینجا کجاست؟ جوابش میشه burası Funda sokak. اینجا کوچه فوندا هستش. شماره 5 bu kim؟ میگه این کیه؟ این چه کسی است؟ میشه او özlem. میگه اون özlem هستش. اون özlemه. اینجوری روون‌تر معنی کنه. اون özlemه. شماره 6 şurası müze mi؟ şurası müze mi؟ میگه اینجا موزه هستش. اینجا موزه هستش. جواب میدیم evet orası müze. بله آنجا موزه است. شماره 7 burası mutfak mı؟ mutfak میشه آشپزخونه. burası mutfak mı؟ میگه اینجا آشپزخونه هست. جواب میدیم hayır burası mutfak değil. خیر اینجا آشپزخونه نیست. شماره 8 فیلیس خانم o mu؟ میگه فیلیس خانم اون هست، یعنی آن فیلیس خانم هست، یعنی اون فردی که اونجاست فیلیس خانم. اینجوری معنی میکنیم اون فیلیس خانومه. شماره 8 معنیش این میشه. جواب میدیم evet فیلیس خانم او. بله اون فیلیس خانومه. بله او فیلیس خانم است یا اون فیلیس خانومه. خب شماره 9 پستانه bu sokakta mı؟ پستانه میشه اداره پست. میگه پستانه bu sokakta mı؟ اداره پست در این کوچه هستش. جواب میدیم evet bu sokakta. بله در این کوچه است. بله در این کوچه هست. شماره 10 burası postane mi؟ burası postane mi؟ میگه که اینجا اداره پسته. شماره 10 هم جوابش میشه hayır postane değil. خیر پستانه نیست. خب اینم از این قسمت. میام قسمت بعدی صفحه 13 اون بالا اشلیلیم مطابقت دهیم نرده یعنی در کجا رو به ترتیب میخونم معنی میکنیم و میریم جلو. مرحبا مرحبا یعنی سلام سلام به همین که سلام میدن. کافتریا نرده آجابا؟ میگه کافتریا کجاست؟ این آجابا هم میتونه اول جمله بیاد هم در آخر جمله میتونه بیاد. در واقع معادل فارسیش همون آیا میشه و میتونه در جمله‌ای که چه با کلمه پرسشی و چه با پسوند پرسشی سوالی شدن بیاد، چه اول جمله و چه آخر جمله. خب این از این. کافتریا نرده acaba؟ میگه کافتریا کجاست؟ altıncı katta. میگیم چی؟ altıncı katta. جواب میده یعنی تو طبقه ششم. عدد ترتیبی هست در واقع altıncı که حالا گرامرش رو جلوتر میگیم. altıncı katta در طبقه ششم. öğrenci işleri nerede؟ میپرسه که امور دانشجویی کجاست؟ öğrenci işleri در واقع معنی میشه امور دانشجویی. öğrenci işleri nerede؟ birinci katta. میگه امور دانشجویی کجاست؟ جواب میده طبقه اول. birinci katta در طبقه اول. kütüphane de birinci katta mı؟ میپرسه که کتابخونه تو طبقه اوله؟ hayır kütüphane bu katta ileride solda. میگه خیر hayır kütüphane bu katta. کتابخونه در این طبقه است. ileride solda. ileride solda میشه جلوتر. ileride میشه جلوتر. solda هم که میشه در سمت چپ یعنی چپ، یعنی جلوتر سمت چپ بخوایم دوتاشو با هم معنی کنیم. یه بار دیگه معنی این قسمت رو میگم. hayır kütüphane de hayır kütüphane bu katta ileride solda. میگه خیر کتابخونه در این طبقه جلوتر سمت چپ هستش. تشکرler. سپاسگزارم. خب این از این
مکالمه بعدی میگه که çocuklar nerede؟ çocuklar nerede یعنی چی؟ یعنی بچه ها çocuk میشه بچه ها در کجا هستن؟ odada değiller. میگه که در اتاق نیستن. اون یکی جواب میده bahçedeler یعنی در باغ هستن، در باغچه هستن. باغچه معنی میده باغچه. در باغ هستن. اون bahçede mi؟ arka bahçede mi؟ میگه تو باغچه اون میشه جلو، آرکا میشه پشت. میگه اون bahçede mi یعنی تو باغچه جلو یا باغ جلو، باغ جلویی یا تو باغ پشتی. آرکا bahçe mi؟ سوال میپرسه. اون bahçe mi؟ arka bahçede mi؟ اون bahçede mi؟ arka bahçede mi؟ توی باغ جلویی یا باغ پشتی. جواب میده طرف arka bahçedeler یعنی تو باغ پشتی هن. اینم از این قسمتم. گفته که pardon burası neresi؟ گفته ببخشید اینجا کجاست؟ burası Kızılay. میگه اینجا Kızılay هستش. Bu haritada Kızılay'da bir park var. Güven Park. میگه توی این نقشه، هاریتا میشه نقشه. bu haritada یعنی در این نقشه. Kızılay'da در Kızılay یک پارک هست. Güven Park. اسم اون پارکی هست Güven Park. nerede acaba؟ کجاست؟ میپرسه که کجاست؟ işte şurada. میگه همینجا یا اینهاش. بالفرض اینهاش. یا همینجا. 200 metre ileride. 200 metre جلوتر. پس چی؟ işte şurada. 200 metre ileride. همینجا 200 متر جلوتر. یا اینهاش 200 متر جلوتر. اینجوری معنی میشه. Alo. قسمت بعدی. Alo. iyi günler. Orası neresi؟ میگه الو. روز بخیر. iyi günler یعنی روز بخیر. Orası neresi؟ میگه آنجا کجاست؟ burası جواب میده burası park eczanesi. میگه اینجا داروخونه پارک هستش. burası park eczanesi. Mehmet Bey orada mı؟ میگه آقای مهمت اونجا هستش. آقا مهمت اونجاست. hayır خیر. şu anda burada değil. şu an میشه الان. şu an میشه در این لحظه الان همکنون. şu anda میشه در این لحظه همکنون. همکنون burada değil یعنی در اینجا نیست. میگه نه الان اینجا نیست. روون بخوایم معنی کنیم. پس şu an میشه همکنون الان. şu anda در این لحظه این معنی هم میده. şu anda burada değil. در این لحظه اینجا نیست. الان اینجا نیست. peki teşekkür ederim. پس تشکر میکنم یا سپاسگزارم. peki teşekkür ederim. iyi günler. پس سپاسگزارم. iyi günler هم که یعنی روز بخیر. اینم از این قسمت. اینا رو باز تمرین کنید خودتون. و این قسمت نوشته آخرین تمرین این صفحه هستش. تمرین دیگه نیست. نه این قسمت گفته tamamlayalım یعنی کامل کنیم. من توی ویدیوهای قبلی گفته بودم به پایان برسونیم، در صورتی که کامل کنیم معنی میده. این نکته هم توجه کنید بهش. tamamlayalım یعنی کامل کنیم. Özgür öğretmen mi؟ شماره 1. Özgür öğretmen mi؟ از می استفاده کرده. چرا؟ چون آخرین حرف صدادار کلمه öğretmen ا هستش و گفتیم اگر ا و یا ای باشه از می استفاده میکنیم. اینجا ا هست، از پسوند پرسشی می استفاده کرده. اینا رو با توجه به اون گرامری که یاد گرفتیم باید این جای خالی رو پر کنیم که من به ترتیب میخونم، شما هم یادداشت کنید. شماره بعدی رو میتونیم بنویسیم. burası bir sınıf. burası bir sınıf یعنی اینجا یک کلاسه. شماره 3. orası Tömer mi؟ orası Tömer mi؟ یعنی اونجا مرکز آموزش ترکیه. تومر هستش. اونجا تومر هستش، مرکز آموزش ترکیه. از می استفاده کردیم. چرا؟ تومر آخرین حرف صدادارش چیه؟ ا هستش. آخرین حرف صدادارش ا هستش. پس از چی استفاده میکنیم؟ می استفاده میکنیم. خب
شماره 4 هاکان هاستا mı؟ هاکان هاستا mı؟ شماره 5 kitaplar masada mı؟ kitaplar masada mı؟ میگه کتاب ها روی میز هستن. ماسادا یا در میز هستن. بخوایم معنی کنیم میشه روی میز هستن. خب اینجا از دا استفاده کردیم و بعدش از پسوند پرسشی م. چرا از دا استفاده کردیم؟ اول گفتم میام چیکار میکنیم؟ آخر حرف صدادار رو میبینیم. اگر کالون بود یعنی همون آ و غیر همون کالونا بود از دا استفاده میکنیم و اگر اینجا بود آخر حرف صدادار جزء دسته‌بندی اینجا بود، حروف صدادار اینجا، چیکار میکنیم؟ از د استفاده میکنیم. حالا اینجا از دا استفاده میکنیم. بعد آخرین حرفش هم که آ هستش دیگه، جز اون 8 نیست، پس همون دا رو به کار من. کتابlar masada. بعدش از چی استفاده کردیم؟ م. چرا؟ چون دا آخرین حرف صدادارش آ هستش و گفتیم اگر آ باشه از م استفاده میکنیم. شماره 6 öğrenciler sınıfta. من فکر کردم این قسمت هم سوالیه، میخواستم سوالی بخونم دیدم نه. öğrenciler sınıfta میگه چی؟ میخواد بگه بچه ها ببخشید öğrenciler میشه دانش آموزان در کلاس هستن. دانش آموزان در کلاس هستن. sınıfta. اینجا از تا استفاده میکنیم دیگه، همون نکته‌ای که گفته بودن. ف هستش آخرین حرف این کلمه و تبدیل میشه دا به تا، یعنی د به ت تبدیل میشه و دا استفاده میکنیم. چرا؟ چون آخرین حرف صدادار این کلمه او هستش و جزء کالون ها هستش و باید از دا استفاده کنیم و چون آخرین حرف این کلمه ف هستش و ف جزء اون 8 که گفتم حروف بی صدای سرت ünsüzler هستش، د تبدیل به ت میشه، پس دا شده تا. sınıfta. به این نکات دقت کنید. اینو باید یه خورده تمرین کنید تا ملکه ذهنتون بشه. شماره 7 Bu elbise pahalı mı؟ Bu elbise pahalı mı؟ میگه این لباس گرونه. pahalı mı از م استفاده میکنیم. شماره 8 Can Bey odada mı؟ میگه آقای جان در اتاق است. odada از دا استفاده میکنیم. چرا؟ چون oda آخرین حرف صدادارش آ هستش و آ هم جزء کالون اونلولر هستش و گفتیم اگه کالون باشه از دا استفاده میکنیم. odada mı از م استفاده کرده بازم چون دا آخرین حرف صدادارش آ هستش و گفتیم اگر آ باشه از م استفاده میکنیم. دیگه من اینا رو تکرار نمی کنم، هی تا آخر میخونم به ترتیب میرم. شماره 9 Ali sınıfta değil kafeteryada. اینجا میگیم علی توی کلاس نیست، تو کافتریا. Ali sınıfta değil kafeteryada. از دیل استفاده شده، منفی شده. Ali sınıfta değil. باز به این سنفتا هم دقت کنید، همون نکته‌ای که گفتم اجرا شده درش. سنفتا. خب پس چی شد؟ Ali sınıfta değil kafeteryada. شماره 10 Bugün cuma mı؟ آخرین حرف صدادارش آه از م استفاده شده، قرار بود نگم مثلا. 11 Kütüphane birinci katta mı؟ Kütüphane birinci katta mı؟ اینجا هم katta میگیم، katta نمیگیم، حواستون باشه. birinci katta mı؟ شماره 12 معنی اینم که میشد کتابخونه تو طبقه اوله، در طبقه اول است. birinci میشه اولین. شماره 12 sevgi bekar mı؟ میگه که sevgi که اسم یه شخص مجرد، بکار میشه مجرد، evli هم میشه متأهل. خب اینم از این قسمت.
تا درس بعدی و نکات بعدی، خدا نگهدار.